سلام بچه های عزیز، اومدیم ما ترفند منکرافتی بال. برو بریم. اول اینو همچین چیزی درست میکنید. یه ابزرور اینجا، یه ابزرورم اینجا، یه پیستون جلوش، یه پیستونم جلوش، 2 بلاک اسلایم میام جلو، اینو میکنیم، 2 بلاک اینور، 2 بلاکم اینور، اینو میذاریم. بعدش میایم این وسطیه رو میکنیم، اینورم همینو میذاریم، میام یه بلاک جلو، اینورم یه بلاک میایم جلو. موقعی که اومدیم جلو اینجا یه ابزرور، اینجا یه پیستون، میایم بالا، یه ریل، اینورم یه دونه ریل، ماینکارد اینو میذاریم اینجا، بعد ماینکارد میذاریم، ماینکارد اون یکم میذاریم اینجا. بعدش این زیرو میکنید به این صورت، این زیرم همونطوری میکنید. بعدش میایید بالا، پله رو میذارید جلوش. این هم از هواپیمای شما. لایک و ساب فراموش